خانم آقایون سلام، وقتتون بخیر. اینجا اون استودیو صدایی بود که با هم صحبتش می‌کردیم و قبلا هم صدا از اینجا براتون گوش میدیم. همه صداها رو از اینجا برای شما می‌ذاشتیم. اصولا امکاناتمون کم استودیومون این شکلی. عرض می‌کنم که خیلی سر و صدا کردیم موضوع تشابه صدای من با صدای امیرحسین رستمی، هنرمند محبوب عزیز کشورمون. خیلی صدا کرد، خیلی پیج اجتماعی تشکیل دادن در حمایت از صدای آقای امیرحسین رستمی. من تو صدای قبلی، تو موضوع قبلی عرض کردم، اشاره کردم که ایشون نیستن. ایشون تو صفحه اینستاگرامشون، تو صفحه اجتماعیشون مشخصا ذکر کردن که نیستن. ایشون باز کماکان ملت غیور همیشه در صحنه میگن آقا الا بالله خودت تویی. نه، ایشون نیست. من تو صوت قبلی هم عرض کردم ایشون نیستش. دیشب برنامه شب فیروزه‌ای در کانال 5 اجرا میشد. ایشون توضیح دادن مجدداً که ایشون نیستن. متاسفانه مجری برنامه خب مثل همه ما ایرانی‌ها قضاوتگر دیگه، گفت آره دیگه بالاخره وقتی اینطوری میشه سری هم تو فضای مجازی دنبال ماهی گرفتن از آب آلوده و آب گلالود میگردن. من حتما این حقو برای خودم متصور هستم که بتونم پاسخگو باشم اونجا. عرض میکنم خدمتتون که من برای اینکه این مطلب رو دیگه ببندیم برای همیشه، مطلب موضوع پزشکی و آقای کیارستمی خدا بیامرز رو عرض میکنم خدمتتون که ایشون فخر ایران، ایشون بزرگ ایران، ایشون دوست داشتنی ترین در جامعه هنری ایران. خیلی بزرگ، خیلی مرد موفق، خیلی پر افتخار برای ما ایرانی‌ها. فراوون اصلا در متن ایشون شاید نشه زیاد فرصتی پیدا کرد، انقدر مطالب مثبت در ارتباط با ایشون زیاده. اما عرض میکنم خدمتتون موضوعی که من عرض کردم اصلا این بود که آقا ما اصلا حق نداریم که توهین کنیم، حالا در هر جایگاهی که باشیم. اصلا ما میگیم پزشک خطا کرده، مگه مهندس خطا نمیکنه؟ مگه ورزشکار، مگه وکیل، وزیر، مگه همه کشور، همه آدما مگه خطا نمیکنن؟ یه کارگر ساده مگه خطا نمیکنه؟ یه بچه مدرسه مگه خطا نمیکنه؟ مایکل جکسون با اون عظمتش وقتی از دنیا رفت، اون همه طرفدار، میلیون ها فالوور در دنیا، پیر و جوان خاطره داشتن باهاش، همه میدونستن که پزشکش باعث شده که ایشون اووردوز کرده. حتی برادر خواهرش جرئت نکردن که بگن آقا پزشکش این مورد رو داشته و پزشکش سهل‌انگاری کرده، چه برسه اینکه توهین بکنن. هیچ جای من نخوندم، هیچ جای من نشنیدم و میدونن، برای اینکه میدونن که آقا براش وسیله هست، براش امکانات هست، براش مرجع پیگیری کننده است. 6 ماه داریم تو این کانال همینو میگیم، 180 خورده موضوع حرف زدیم، همینو میگیم، 188 تا موضوع قبل از این موضوع حرف زدیم که آقا بی‌مسئولیت نباشیم، هیجانی حرف نزنیم، توهین نکنیم، مسئولیت خودمون رو به گردن بگیریم. خیلی ممنون از وقت ارزشمندی که میذاریم برای شنیدن مطالب این کانال. خیلی ممنونم که لطف و محبتتون به من میرسه و در کانال ها و گروه خودتون ما رو شیر میکنین. مرسی که هستین، خیلی دوستتون دارم.